اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. بگو ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه هم شما پرستنده چیزی هستید که من آن را می پرستم. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. و نه هم هرگز من پرستنده چیزی هستم که شما آن را می پرستید و نه هم شما پرستنده چیزی هستید که من آن را می پرستم. لکم دینکم ولی دین. برای شماست دین شما و برای من است دین من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنگامی که یاری خداوند و پیروزی فرا رسید و دیدی که مردم گروه گروه به دین خداوند داخل می شوند، پس پروردگار خود را به پاکی یاد کن و از او آمرزش بخواه، حقا که او بسیار توبه پذیر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تبت یدا ابی لهب و تب. دستهای ابولهب یعنی پدر شعله های آتش خشک شود و خود او هم هلاک شد. ما اغنى عنه ماله وما كسب. مال او و دسترنجش از وی تباهی و عذاب را دفع نکرد. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. به زودی به آتش شعله‌وری داخل می شود و همسرش نیز آن زنی که پشته هیزم را به دوش می کشید. در گردن او که به زیورها مزین شده است ریسمانی از لیف خرما حلقه زده است. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.